سلام، امروز میخوایم یه لوگو یا یک طرح بسازیم که برای فست فود یا پیتزایی خیلی به کار میاد. با من همراه باشین تا با هم این طرح رو بسازیم. ابتدا یک مستطیل با لبه های گرد ایجاد میکنیم. این رنگم من فعلا در حال حاضر سفید میدم همه رو تا بعد میام از همین قسمت این گزینه رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم و تعداد پوینت یا تعداد خطایی که میخوام رو روی 3 میذارم و اوکی میکنم. مثلث من ایجاد شد. حالا من میخوام مثلثم این ضلع تنهاش یا ضلع بالاییش به سمت پایین باشه. میگیرم میکشم میندازم پایین. اگه نخوام این کارو کنم میتونم از قسمت آبجکت گزینه ترانسفورم گزینه روتیت رو انتخاب میکنم. اینجا میگم 180 درجه واسه من طرحمو بچرخون و اوکی میکنم. حالا میام طرحمو میندازم اینجا، بعد اندازه‌شو بزرگتر کنم. من میتونم شیفت و آلت رو نگه دارم و عکسمو تا جایی که میخوام بزرگ کنم. این زیر قرارش میدم تا راحت تر کوچیک بزرگ بشه نسبت به طرحی که دارم. خب من برای اینکه شکل قشنگتری بگیره یه کمی این قسمت رو به سمت پایین میکشم تا کشیده تر بشه. حتی اگه بخوام هر دوشون رو با هم بزرگتر کنم انتخاب میکنم و یه کوچولوتر همو بزرگتر میکنم به این صورت. خب این طرح اصلی ما که انجام شد اینو کنار میذاریم. دوباره وارد این گزینه میشیم و اینو انتخاب میکنیم. من به یه شکل اینجوری احتیاج دارم، به دایره احتیاج دارم که شیفت رو نگه میدارم دایره یه اندازه بکشم، آلت رو نگه میدارم از روی این یه کپی میگیرم. حالا من از این دایرم یه کپی دیگه میخوام، ولی با یه تفاوت دیگه که میام از گزینه ادیت کپی رو میزنم و از همین ادیت میگم که پیستش کن سر جای خودش. من به یه شکل دیگه احتیاج دارم، میام این گزینه رو انتخاب میکنم و شکلمو تا اونجایی که خودم میدونم به چه صورتی میکشم و بعد تغییرات رو اعمال میکنم. ببین من چنین شکلی ساختم. حالا میام با جابجا کردن اینا شکلمو مرتب تر میکنم تا اون عکسی که میخوام یا اون چیزی که مد نظرم هست ایجاد بشه. به این صورت من تقریبا به اون چیزی که میخوام نزدیک شدم. من تقریبا اون شکلایی که نیاز داشتم و کشیدم. حالا میخوام رنگ بندی به این شکلام بدم. برای این کار من از قبل یه پالت رنگی به صورت عکس تهیه کردم که اونو وارد همینجا میکنم که کارم راحت تر باشه. این پالت رنگی من هست. خب من میخوام این مثلثم با این قطره چکون این رنگی باشه. قسمت بالاش میخوام این رنگو داشته باشه. این طرح هم رنگ سبز باشه. دایره این رنگی باشه و این که مشکی و قسمت وسطش این رنگو داشته باشه. این طرح هم که ساختم میگم این رنگو داشته باشه، ولی رنگش رو یه مقدار میخوام کم رنگ تر کنم. روی این گزینه میزنم و کم رنگ تر رو انتخاب میکنم. اوکی. من تمام این اشکالی که ساختم و میخوام استروک یا بوردر داشته باشن، برای همین همه رو انتخاب میکنم. میام اینجا رنگش رو میگم مشکی بذار، اندازش هم میگم 3 بذار.
خوبه. خب حالا نوبت چیدمان شکل اصلی مونه. برای این کار من این طرحمو میگیرم میندازمش اینجا. یه مقدار میخوام بچرخونمش. آلت و شیفت رو نگه میدارم. حالا سایزشو کمی کوچیکتر میکنم میذارم اینجا. یه کپی از روش میخوام بگیرم. آلت رو نگه میدارم یه کپی از روش میگیرم و اینجا قرارش میدم. به شکلش هم تغییر میدم. کوچیک بزرگ بودنش هم تغییر میدم. یکی طرحم میخوام اینجا قرار بدم. آلت رو نگه میدارم یه کپی از روش میگیرم اینجا میذارم. کوچیک شیفت رو نگه میدارم کوچیکترش میکنم. یه کپی دیگه ازش میگیرم اینجا میذارم. شیفت رو نگه میدارم یه مقدار سایزش رو تغییر میدم. این تصویرم یا این طرحم که هر دوشون رو با هم میخوام بیارم اینجا قرارش میدم. شیفت رو نگه میدارم یه مقدار این طرحم کوچیکتر میکنم. این طرحم که اینجا قرار میدم. شیفت رو نگه میدارم و این طرحم کوچیکتر میکنم. یکمی میچرخونمش. یه کپی میخوام از روش بگیرم و کوچیکش کنم بچرخونمش و این حالتی اینجا قرار بدم. خب من حالا میخوام این قسمت بیرون زده های دایره رو به طور کامل حذف کنم که طرحم قشنگتر بشه. برای این کار میام کل طرح رو انتخاب میکنم و روی این گزینه میزنم. آلت رو نگه میدارم و میگم این قسمت رو حذف کن. این قسمت هم حذف کن به این صورت. خب حالا اینجا میخوام این گوشهای طرح کمی گردتر بشه. یه کمی هم بزرگترش میکنم که گوشهای مثلثم که بیرون زده نشون داده نشه. خب به نظرم خوبه. حالا کل طرحم رو انتخاب میکنم و میارمش قسمت وسط. به این پالت رنگی هم احتیاجی ندارم. من پاکش میکنم و کل طرحم رو من میخوام بچرخونم. کل طرحم رو بچرخونم به این صورت. خب حالا یه کار دیگه میخوام انجام بدم. خب حالا من میخوام که یه شکل دیگه بسازم. برای این طرحم از این کمک میگیرم و از این طرح به این صورت یه کپی از روش میگیرم و اینا رو اینجوری قرار میدم. طرح زیرینو یه چنین شکلی من میخوام. حالا کل اینو میگیرم و با این گزینه قسمت های اضافیش رو حذف میکنم. این گزینه لبا رو تا جایی که امکان داره گرد میکنم. یه مقدار شکل تغییر میدم به این صورت و میخوام این قسمت قرارش بدم. به این صورت قرار میدم. به این صورت اینجا قرارش میدم. حالا من میخوام رنگش رو تغییر بدم و
با قطر چکن این رنگ رو بگیرم و اینکه کل عکسم انتخاب میکنم، استروکشون رو کم میکنم و به این حالت. من یکم دوست دارم این سایزش باریکتر بشه که جالبتر بشه. طرح ما تا اینجا کلا تموم شد. یه طرح مینیمال خطی و ساده از یه پیتزاست که میتونه تو لوگوها استفاده بشه. حالا من یه سری کارهای زیبایی هم میخوام روش انجام بدم و در انتها هم سیوش کنم. این هم از شکل نهایی که من با دادن یه متن و شادو اونو زیباتر کردم و به این صورت تبدیل شد. ممنون از وقتی که گذاشتی.